سلام عرض میکنم، وقت همگی بخیر. امروز 28/5/2025 روز چهارشنبه. تو این هفته جدید در روز دوشنبه و سه‌شنبه ما هیچ نقطه ورودی نتونستیم بگیریم. نتونستیم که بازار بهمون نداده. هیچ نقطه ورودی تو این دو روز، چه در سشن لندن و چه در سشن نیویورک، ما نتونستیم بگیریم. حالا این معامله‌ای که الان می‌بینید اولین معامله این هفته منه. دیگه ببینیم حالا یا ضرر میشه یا ضرر متحمل میشیم یا دیگه تیپی 2 خارج میشه. خب من برگشتم معامله رو چک کردم و دیدم که بله تیپی خورده و فعلا 2% آب هستیم تو این هفته. 30/5/2025 امروز جمعه. امروز میخوام که یه مروری بر معاملاتی که این هفته انجام دادم رو به شما نشون بدم. خب اینجا میبینید در اولین روز کاری، روز دوشنبه، بازار هیچ نقطه ورودی به ما نداد و بدون معامله تموم شد. روز سه‌شنبه هم همینطور. در روز چهارشنبه در سشن لندن من یه دونه معامله انجام دادم. اینجا هیستوریشم توی متا تریدر معلومه. اینم تاریخو 28/5. اینجا هم توی ژورنال نوشتم 28/5 یه دونه تیپی 2 به ما داده. بسیار زیبا. تیپی 2 رو ازش گرفتیم. اینجا میتونستم رو این سقفم خارج بشم، اینجا دقیقا اینجاها، ولی همونجور که طبق روال همیشگیه ما تیپی 2 خارج میشیم. در روز بعدش یعنی روز پنجشنبه یه دونه نقطه ورود گرفتم، ولی میشه گفت 80% تاییدیه ها رو به من داد. من از قصد وارد شدم، میخواستم به یک بحثی در استراتژیم برسم که ببینم آیا صحت داره یا نه، که فهمیدم اصلا صحت نداره و باید دقیقاً طبق قانون قواعد استراتژیم جلو برم. و همین خاطر من استاپ خوردم و روز پنجشنبه رو با یک ریوارد منفی به اتمام رسوندم. بریم روز بعدش یعنی امروز جمعه. بازار بسیار بد و اذیت کننده ای رو ما داشتیم. کندل های بیکیفیت، شادوهای متعدد، لندن رنج، همه این بی‌تحرکی های بازار مال این تو تایم نیویورک چند تا شاخص مهم اقتصادی بود که میشه گفت تاثیرش بر روی بازار بسیار در بلند مدت میتونه تاثیر داشته باشه. تاثیرات این اخبار رو ما توی هفته آینده خواهیم داشت، چون اینجا ریاکت های خیلی کمی به اون اخبار و اون شاخصی که اعلام شده داشته. به همین خاطر بازار خیلی بیجون بود و من معامله روش انجام ندادم و باید بگم که بازار هم نقطه ورودی طبق استراتژی ما به ما نداد. الان هم ساعت 7 من جایز هستم تا ساعت 9:30 بشینم پای چارت، ولی امروز چون روز جمعه است و بازار هم خیلی بیجونه، دیگه من پا میشم و لپتاپو میبندم و دیگه کاری به بازار نداریم تا روز دوشنبه. شنبه و یک شنبه هم حالا ما دوباره بک تست میگیرم دیگه، اون روال همیشگیم این استاپ رو و اون نکته‌ای که گفتم میخوام بهش برسم رو روی استراتژیم مینویسم و همین دیگه. این هفته رو کلا با یک ریوارد مثبت، یعنی این تیپی 2 اینجا با احتساب این استاپ اینجا تقریبا 1% ما باید آب باشیم. اینجا هم توی هیستوری میبینید 1% مثبت، یک ریوارد مثبت. هفته رو به پایان میرسونیم اگه اینجا میبینید.